دختر شناسی بر اساس قلیون مورد علاقه شون. بریم. اینایی که شبای مسکو میکشن اینا همه تازه قلیونی شدن، همه چستو. یعنی جلوشون هندونه یخ بذاری و میگن شبای مسکوه، فقط هم میزنن سری و میسوزونن. خیلی هم لوسن، نمیدونم چرا. اونایی که بلوبری میکشن شاید فکر کنین اینا تازه کارن. نه عزیزم، اینا خاک خورده صنعت قلیونن. اینا فقط به طعم مورد علاقهشون خیانت نمیکنن. اگه زن خوشبو و وفادار و خوب میخوای اینا همینا رو سری بگیر کمنا. اونایی که قلیون لاو میکشن اینا اصلا انرژی زنانه خالصن. اینا در بطری حتی خودشون بازه میکنن، ولی خدای خیلی خوش سلیقه و بامزه. اگه اینا رو بگیری شاید خوشبخت نشی، ولی زندگی قشنگ و باحالی داری. اونایی که آدامس دارچین بازن اینا اصلا اصل قلیون کشن. اینا کار درستن. اینا باید کنار قلیونشون همیشه چای باشه، ولی یه مشکل دارن ها. شیلنگ قلیونو میگیرن تعارف نمیکنن. عزیزم بده من میکروفون گرفتی دسته. اینایی که دو سی والوالو میکشن اینا سیسی نیستن ها. اینا داداشن. اینا اصلا سوسول بازی تو کارشون نیست. اینا تنباکو سوخته رو نون میندازن تهش میکشن. اینا رو نبینم دوست دختر صدا کنید، اینا زیدن.